بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و ثنا به پروردگار عالمیان و درود و سلام به محمد صلی الله علیه و سلم. از سلسله برنامه مسلمان زن در رمضان امروز 22مین برنامه این است که برای افطار خوراک نما. برای افطار خوراک آماده نما. خواهر گرامی، وقت افطار هم نزدیک آمده است. برای افطار خانواده خوراک را آماده ساز. در وقت آماده کردن خوراک افطاری اجر و ثواب از الله تعالی انتظار شو. اگر آن خوراک ها را خالص برای الله آماده سازی، اجر و ثواب بزرگ را نائل می گردی. خواهر مسلمان، بهترین عمل را انجام داده ایستاده. خدمت روزداران ثواب بزرگ دارد. در وقت آماده کردن خوراک وقت خود را بیهوده نگذار. در این حالت صفحه‌های قرآن و موعظه ها را گوش کرده می توانی این فرصت را از دست ندهی. و دیگر برنامه این است که دسترخوان افطاری را آماده نما. دسترخوان افطاری را آماده نموده خانواده را به نزد دسترخوان دعوت کن. هنگامی که دعوت تو را پذیرفته به نزد دسترخوان ها حاضر شدند، این فرصت را غنیمت گرفته با دعا مشغول شوید، چون که این هنگام وقتی قبول دعا است. از این خاطر دستان خود را برداشته در دعا نمایید، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ثلاث دعوات مستجاب، دعوت الصائم و دعوت المسافر و دعوت المظلوم. سه دعا مستجاب است: دعای روزدار و دعای مسافر و دعای مظلوم، با روایت بیهقی. خواهر گرامی، دسترخوان که پر از طعام و خوراک ها و نوشاکی ها گوناگون است، الله تعالی را به عوض این شکرگزاری کن که بر تو این نعمت های خود را عطا کرده است. خواهر گرامی، اگر امکانیت باشد دسترخوان افطاری خود را با طعام های زیرین آراسته کن. یکم آب، زیرا سعد ابن عباده به پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال داده گفتند: ای رسول خدا، بهترین صدقه چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند: آب دادن. دومین خرما. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی که اندازه خرمای از کسب حلال صدقه کند، همان الله آن را به دست راستش میپذیرفته و آن را برای صاحبش پرورش میدهد تا اینکه مثل کوه بزرگ میشود، با روایت بخاری. سیومین چیز این محصولات شیری و مانند شیر، جرغات و غیره برای دسترخوان تیار بکن، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی که گوسفند یا شتر را به دیگری دهد تا از شیرش استفاده کند و سپس برگرداند، یا 1 درهم قرض دهد یا گمشده را راهنمایی کند، به او ثواب آزاد کردن غلام داده می شود، با روایت ترمذی. و دیگر چیز این است که خوراکی که روزداران را سیر می کند، یعنی خوراکی طعام. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند خیرکم من اطعم الطعام. بهترین شما کسی است که طعام دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند خیرکم من اطعم الطعام. بهترین شما کسی است که طعام دهد، با روایت حاکم. خواهر گرامی، خوراک افطار را آماده ساختی، بر نزد آن به تو چی مکافات داده می شود میدانی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من فطر صائما کان له مثل اجره.
غیر انه ولا ينقص من اجر الصائم شیء. شخصی که روزدار را افطار دهد برای او مثل ثواب روزدار ثواب داده می شود، اما از اجر و ثواب روزدار چیزی کم نمی شود. با روایت احمد و نسائی حدیث صحیح است. اگر در خانه اتان 10 نفر روزدار باشند، همان 10 نفر را در مدت روز چند قدری که ثواب حاصل کرده باشند به تو هم همان قدر اجر و ثواب داده می شود. این ثواب بزرگ را از دست مده. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.